بچه‌های عزیز، امروز میخوام طریقه پخت قرمه سبزی واقعی خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. 6 فروردین امروز مهمون عزیز دارم. میگم با میخواید که قرمه سبزی درست کنید، خوشمزه درست کنید، آب زیپو درست نکنید. رب میزنیم داخل پیازمون از خامی در بیاد و رنگ قرمه سبزیمون رو قشنگ کنه. نوعروسا یاد بگیرید، ننید خونه شوهر هیچی بلد نباشه. یواش یواش گوشتای استخوندارمون رو اضافه میکنیم تا یه تفت کوچیک باش بخوره و اینم گوشت بره استفاده کنید ترجیحاً. سبزی قرمه و لوبیا چیتی رو بهش اضافه میکنیم. از دیشب لوبیا چیتی ها خیس خورده. آب جوشیده شده رم وارد خورشتمون میکنیم تا وقتی به جوش افتاد زیرشو کم میکنیم. دنبه هم که امضای کاره. این هم از دنبه، این هم از اتمام کار. بفرست برای عشقا.